آقا دیگه داشتم اینو میگفتم این دوستانی که جدید با ما اومدن استوری میگیرم، چون دفعه پیش همه اینا رو گرفتم. اومده بودم دفعه پیش با اگه فکر کنم 3 بود مشروب خوردیم. آره دیگه امشب اینجاییم. اون اتوبوسا هم میبینی اونجا، یعنی اتوبوس هاست که خونه است، از این خونه هاست که توش میری. الان میرم الان فیلم میگیرم ببینم. آقا رسیدیم. الهی به امید تو حاجی. شیشه آرامه. فکر کنید در ماشین بازه، من توشه داده برابرش نشون بدم. دیدی توشه ها رش نه؟ ماشین همه لک صافت شده حاجی. این ماشین این هم مال همین عمو رضا هست. این بچه ها اومدن خیلی حال میده. ما دارم میرم یه دقیقه ببین چقدر باحاله. یه چرخ پشت داره. اینا اومدن دارم میرم در رو براشون وا کنم. خیلی سرده خدای من. بچه ها حال میکنی؟ سه چرخ اینا باید بخرم. خیلی خوشم اومدن. حاجی به قرآن مجید من تک و تنها میتونم اینجا زندگی کنم. تک و تنها. 6 ماه مریض میشم، دپرشن میگیرم، چاره‌شو پیدا میکنم، علف میکنم. نه که علف وید نه، من دارم یه چیزی میکنم، کاهوی هویجی کسیاری. ماشین چقدر کثیفه حاجی. فاک. خیلی با اینجا حال میکنم. شما حال میکنین ها؟ استوری هم زیاد نمیگیرم دیگه، خسته نشین دیگه. من یخ کردم حاجی. یه عکس حالا اون پشت میگیرم تو خونه گرم ها. میخوایم الان عرق خوری کنیم. جای شما خالی، واقعا خالی. شوی گروگان گرفتم من اینجا. 3 تا گروگان. اینجا اتاق تفنگه حاجی. خوشگل ها. بیا رسید دیگه بهتون نشون بدم. بیا چراغ خاموش کن. Turn off the light brother. Lock the door please. باحاله ها. خیلی باحاله. نه حالا بیا. آرش من الان برمیگردیم. I want to show them something. Sonny, get your shoes and tell Nureddin come let's go. I want to show you some cool stuff. در رو فقط ببندی. آها اون بنزین رو بیار. Bring that gas please. آقا کسایی که چیزای کشاورزی دوست داریم بریم بهش رو نگاه کنین. این تو رو دیوارا رو ببین چقدر خوشگل درست کرده. میز بیلیارد و اون همه بازی اینا هم فهمیدی؟ این باره چیز قدیمی و بیا این چیز رو برداریم. اونو میتونیم بازی کنیم بعدا. اون بنزین رو سامی برداشت بیار. آقا نوردین عادت ماهانگیشه نمیتونه راه بره، دراز کشیده. آره بعد حاجی داره اینجا ماست و فلان و آبجو. حاجی اینا رو ببین دفعه پیش
اینو من و اگه دوتایی اومدیم اینجا ای بابا اینو دوتایی اومدیم دوتایی اینقدرشو خوردیم تیاری الان میخوام بزنم جان آرش یه پیک بزنیم ارواح آجی یه پیک جان آرش بابا یه پیک بزن دیگه میخوریم اشو نوردین مسلم نو درینکیانو نو اوکی من اینجا اگه آخوندم بودم خالکوسه هم تریاک با فوری میکشیدم هم عرق میخوردم اینجا بعد استغفر الله میشدم بعدش لیوان کجاست؟ لیوان نیست؟ لیوان بیا مریم آجی عصبانی شده به سامیار میگه که این چرا خریدی؟ میگه این که یه دونه سیرم میگه به زور توش جا میشه بعد به میگه جریمت این بود واقعا که بدم تو خودت اینو درست میکنی بعد میگه که بعضی موقع بهت فکر میکنم که میگی من این راه رو پیاده اومدم میگم خیلی عقل داشتی ولی الان فکر میکنم دیگه اون عقل اون مسیر دیگه نداری این همون مغزه میگم مغز این الان 3-4 ماه با منه دیگه مغزش پوک شد دیگه واقعا اینجا میدونم بگم که بعد این آب و هوای میکنیم راست میگه خب چرا بزرگتر چی نداشت آخه رو کردی اون با بدبختی موسی آرش ولی این تنبیش این بود که با سیر خودش با دست پاک میکرد آقا آهنگ جنوب فرانسه رو برای حاجی اینا گذاشتم هر کی داره یه کار بره من مشغول رقص فرانسوی هستم بریز یه پک دیگه بریز حاجی واقعا زحمت کشید داشت سامیار که به خدایی مرد خدا به قرآن مجید سامیار باید دوست سر هم باسی سامیار رو پیک به ایرانی میشه شاد آره نه الان ما پیک نمیگیم حالا برو بالا سلامتی بسیتو اینا کمش کن خسته شدم اونقدر رقصیدم براتون بابا کمش کن قطعش کن اینو کمش کن حاجی یه پک دیگه بریز بابا ولش کن آپتین ول کن حاجی این آقایون برادرز سانی تو زبان درس انگلیسی بله you speak English نوردین this tomorrow morning I promise you fire coming from your ass like your asshole is gonna be سامیار برسون فارسی محلی میگم موز بردا تشکله دیگه اینا برای خودم چون خودم بچه تهرانم داداش فردا کونت آتیش شایستی میاد بیون خارکسه اوه یک دیگه بزنم آقا سلامتی مردان ایران حاجی مکه الان نف میارم آقا یه صحنه دیدم گفتم با شما به اشتراک بذارم این دوتا کسمشنگ رو نها کن اون داره نره میکشه واسه این کسه این ور نها کن کسه که منظورم چیز نیستم این خره رو میگم احمق اون داره جیغ میزنه الان اون سری من اومدم 4 ماه اون داره نره میکنه برای این حاجی دنیا رو اون یه تیکه فقط میچرخه ای من ننتو گاییدم واقعا خال کسه اولاق حالا گوش بده اون 4 تا هم که دست به شیپور وایسادن این بزنه توش اون 4 تا خواجه کسخل خوشحالی کنن اصلا دنیای عجیبی حالا اینا رو ولش کن برگردیم دوران افسردگی من اومدم تو من برق و خاموش نکرده بودم با این صحنه مواجه شدم حاجی جان اینجا دیگه شده غروب بچه ها دارن یه پیک برای داداش میارن اینجا یه تیکه سنگ بود گفتم یه چوب بذارم فکر نمی کنم باید میذاشتم
نور المؤمنین نور علی الاعظمین و استغفر الله. کونده برو اون بر بابا. سیاه باز اصال کردی بریکو با آتیش. آقا من فکر نمی کنم اینجا باید آتیش میذاشتیم احتمالاً، چون ولی خود زیرش سنگه، یعنی همش سنگ بود، چمن نبود زیرش. خدا کنه آقا رضا نبینه فقط. آره خیلی بد شد. این فامیل ما شمیم اونجا بود، ازش پرسیدم گفت بریز اوکیه. آره قربانت دیگه. آره غروب خواهی. آجی دارم این استوری رو با این نگاه میکنم، من مثل کسخولا نگاه میکنم میگم من باید بگم. سالی بیا جان من، خدایی میگم جون آیسان، حالا جدا از شوخی، ما چه کار میتونیم بکنیم که حسنیت ما نسبت به ایرانیایی که تو غرب آمریکا اومدن علیه صهیونیستایی که واقعا دارن برای زندگی ما همه چیز رو مراضی میکنن، چطور میتونی اینو عراضی کنی براشون؟ نه خدایی جان آیسان. زیونیستا کیان دیگه؟ چی گفتی؟ بابا زیونیستا اینا که واقعا میرن تو تمام رادیکالای فیزیک رو زمخت میکنن. ستاره داره. آقا آسمون معلومه ستارهاش. چیزی من به شما بگم پشمیزان، من آتیشی که روشن کردم به سانی گفتم عکس بگیره. پشت عکس یه ابر، حاجی اینجا وایساده من دارم نفت میریزم. این عکس اگه من فردا اگه دلم خواستی و میزون بودم پست کردم، پشمریزان شما ندیدین هیچ کدوم. تو گرفتی ولی پشت رو ندیدی چون این چی نیست. تمیزه پشتی چی نیست. آره یه عکس عجیبیه، حالا شاید فردا گذاشتم، شاید یعنی 7-8 ساعت دیگه. یه سری ها به من برمیگردن میگن آیسان داداشید فلان، یه وقت خدای نکرده نرید چه میدونم تو قمار فلان بکنی. گفتم نه داداش، گفتم من اصلا دنبال آقا مایه نیستم، مثلا دنبال چیز دیگه، یه مسیر من جای دیگه است. شاید خیلی آرام داداش فالو هم دارم میکنم، شاید اصلا اون بیزینسشون باشه داداش، به من هیچ ارتباطی نداره. من با شخصیت طرف سلام علیک دارم، آدم با ما احترام میذاره، منم بهش احترام میذارم، مخلصتم قربانت. من ماشین دوست دارم، طرف ماشینای باحال داره، من خوشم میاد. من داداش حال میکنم این چیزای اینجوری دیوانه وار میبینم مردم نگاه بکنم واه این کسخل کرده منطقه رو، به من حال میده. ولی خودم داداش دنبال پول نیستم، بیزینسی که دارم برای خودم اوکیه. خیلی هم به من میگن داداش نکنه پری تو این چیزا فلان. داداش من این چیزی به تو بگم فدای تو بشم، من گوش کن. مثلا میگن چون تو فلانی رو فالو داری مثلا شاید بخوای فلان کار بکنی، نه گوش کن داداش، من با همه قش رفیقم. این با اون درگیره، اون با اون درگیره، من با هر دوشون رفیقم. نه زیاد نزدیک میشم که بگه چرا تعصب اون کشیدی، نه زیاد دور میشم که بگه چقدر بی‌تفاوتی. من طرفدارم از اون آدم معمولیش بگیر طرفدارشم تا آدم بزرگ، نه رفیقم نه چیز دیگه. من طرفدار اونم، من طرفدار جناب عالی هستم. از اون خواننده بگیر تا اون معمولی ترین آدم. فهمیدی چوری شد؟ من زندگی اینا رو میبینم خوشم میاد دیگه. آقا دیگه وضعی رو خوب دارم میبینم دیگه، حالا من چیکار دارم چیکار کرد، میدونی اون به من زندگی من کاری نداره که. ولی من داداش دنبال میگم پول و ثروت و اینا نیستم، من دنبال اسم بودم و محبوبیت و برادری و خواهری کردم با مردم. من دوست دارم زن یه آدم جلوی شوهرش منو بغل کنه، میگم این برای من ارزش داره که یه خانومی بگه منو بغل بکنه تو خیابون منو ببینه بگه آیسان جان تو برادر منی، و شوهرش بگه که آقا ما هر دو تو رو دوست داریم، ما تو رو میبینیم، تو آدم چشپاکی هستی، تو آدم خاکی هستی. این دنبال اینم من داشت، دنبال اینم مردم به من اعتماد بکنن، نگن آقا این چون مثلا بددهنه شاید آدم بی‌ناموسی باشه. دنبال پول نیستم آجی، در حد به خدا الان داشتم فکر میکردم ماشین رو عوض کنم، حالا در حد خودم یه لامبورگینی بخرم
گفتم خب لامبورگینی که آرش داره مال منه. بعد اصلا من دیگه این چیزا دنبالش نیستم. داشتم فکر می‌کردم برم آجی یه جای بگیرم سوله، چه می‌دونم گاو و گوسفند و اینجوری آتیش روشن کنم شبا بیام بشینم برای خودم دنبال این چیزا ماجی. حالا هر کی رو فالو میکنم بالا میکنم نیستم تو فادش داداش. دوست دارم همینجوری با مردم انرژی رد و بدل کنم، دنبال واقعیتش نیستم، دنبال باطنش نیستم. فهمیدی؟ نه دنبال حاشیه‌ام. الان مثلا یارو بگه آیسان کیر تو کس ناموست، میگم آقا قربانت دمت گرم تموم شد قربونت برو فدای تو بشم. مثلا آی زکی اون به اون گفت آیسان تو کلت کیریه نمیدونم کس ننت قرمزه، میگم آقا قربانت دمت گرم آره قرمزه آره فدای تو بشم. کار من دیگه داشت گذشته آجی، من وصلم برادر، من دیگه نمیتونم وقتمو اصلا چجوری بهت بگم آجی، من روی نردبون بی پله وسط راه آجی، اصلا نه کسی به من میتونه نزدیک بشه نه من میتونم به اونا نزدیک بشم. ما یه مسیر رو داریم طی میکنیم معلوم نیست آجی، اصلا مقصدش زمان مقصدش معلوم نیست. نردبونی که پله نره آجی، اگه اینو فهمیدی خدایا خار مادر جن گاییدم، خار مادر هرچی جن زادن ما گاییدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یوزیویم به شب لذت توستون، یک زن کردی بستون اسمشو بذار امازی دور کلاش قرمزی هاچینه باچینده داچی نوریدین چراغ بزن لایت برادر لایت الچراغ القوه گایز القوه بزنین خدای نکرده جن کنمون نذاره، اگر بخواد بذاره بذار دوتایی بذاره. اوکی بچه ها یه کاری کنیم اینو بود الان مثل قاطر بار بزنیم. Bro I know but what can I say brother. خدا نوریدین کنگش نه اونوری بگی مثلا مردم ببینم من تونستم اینو بلند کنم. بگو سنگینه. زیادم سنگین نبه. لش شدم. بگو سنگینه. سنگین بود. بگو مثلا 200 پوند بگو. فکر نه 150 بود. This is 300 pounds. دانمارکی هم بگو که فن پیجر. Det er 300 nu siger vi 150 kilo. بریم آقا بریم بابا جان. این دهنم گایده. نه بیار این دو تا دیگه، این سنگینه من دهنم گایده شد. بابا کج شدم آقا من. کامیر نوردین کامیر یه از دور بگیر بده من برو اونجا بایدم. داشتم با نوردین عربی صحبت میکردم بعد اسم چیه؟ بگو جان. سانی. بعد سانی خندید من خندم داشتم مثلا به نوردین گفتم ما تو کوفه هستیم 2000 سال پیش. خب میگم بریم مثلا اون خونه رو بگه لازم مثل چیز دیگه مثل خونه های کربلا است. این سفالیه الذين فسسين المغرب والجنيدي البمبلاو. ما بامرانه خالص الهو ونتكلم على Oh, I love Arabian people. I'm playing with him. We are from. He's Arabic. ساعت 7:30 صبح من دیشب دوست دارم زمین بخوابم دیگه. شب اینجا خوابیدم بیرون سرد آجی، کسی الانم یه کافی یه مسواک حاجی اینجا وایستاده خودش میدونه اعصابم خورد بشه پرسش میکنم توی بذار بشینیم یخ کردیم بابا. بشین بغل یه کافی بزن. میگن که زمین خوابیدی که بگی که خیلی خاکی ها؟ نه خاک ریز. من مثلا رفتم بیرون خوابیدم بابا 3 تا چیز بود ثانیه دهنش بدبخت گاییده شد. بابا ثانیه اول دیدم ساعت 3 صبح داره منو نگاه میکنه، من رو مبلم، من رو اون مبله بودم این روی این مبله. بعد من اومدم پایین بخاری رو گذاشتم 65 شد یخ. 65 شد سرد بشه خوابتون بگیره. من کلیشو بیرون خوابیدم. آقا ما رفتیم دیگه اینجا رو قشنگ یه بار دیگه نگاه بکنین تا یه 2-3 ماه دیگه دوباره بیایم دیگه. فعلا خداحافظ. آقا ما داریم میریم دیگه. این
اینجا اون مغازه است که دیروز غذا خوردیم، نهار خوردیم. اینجا این مدلیه. ما یه آیدیایی از آمریکا داشته باشین دیگه. اونم حاجیه پشت سر ماشین پشتیه. من و سامیار و سانیم. سامیار رو عقب نشسته، حواسش باشه غذا مزه ها نریزه. غذا رو که نباید بذاری که. حاجی خونه رو هم تمیز کردیم، میزون اصلا تو انکف این چیزه ایم. این کرکس ها چجوری تونستن آدم بمیره؟ اینا آدم رو چیکار میکنن؟ اینجا رو هم میخورن سامیار؟ این داره میبره ماشین رو، داره میره خونه، داره میبره بشوره ماشین رو. We'll tell him to open it, okay? Don't forget. آشغالا رو آوردیم. ماشینه خیلی خوشگله، از اینا خیلی خوشم میاد من. آره بریم خونه چیزی بخوریم، بعد بریم ورزش دیگه. I love you همتون، حال کردیم داشت با هم. دمتون گرم. داشت میگم خواهرم جزوش هست دیگه. دمتون گرم.